با نام و یاد خدا سلام و عرض احترام خدمت همراهان محترم به ویژه خوشنویسان عزیز. میخوایم امروز آموزش 0 تا 100 تیزکاری رو براتون ارائه بدیم با یکی از قلمتراش های مرحوم استاد باقر وفا رحمت الله علیه. دوستان، سنگی که انتخاب میکنید باید حتما مرغوب باشه، سطح سنگ بدون زدگی باشه، صاف باشه، گوشه های سنگتون حتی المقدور پخ نداشته باشه و به صورت خطی باشه، کتابی باشه اصطلاحاً، که تیغه کامل بشینه رو سطح سنگ. نگاه کنید، تیغه کامل نشست. اگر پخ داشته باشه بعضاً تیغه کامل نمیشینه و دچار اشکالاتی میشه. روی سطح سنگتون حتما روغن بزنید. بهترین نوع روغن میتونه روغن چرخ خیاطی باشه، ولی خب بعضی از اساتید از روغنهای زیتون و روغنهای دیگه استفاده میکنن، مانعی نداره. محضر شما عارضم که زاویه بین تیغه و سنگ باید 10 الی 20 درجه باشه. حالا اگر دوستان عملی بخوان 10 الی 20 درجه رو متوجه بشن، یه چوب کبریت بین تیغه و سنگ قرار بگیر. زمانی که قلم تراش خیزران تراش میشه این زاویه میتونه یه مقداری بیشتر باشه، زمانی که کتابت تراش هست زاویه یه مقدار کمتر، ولی در حالت کلی یه چوب کبریت بین تیغه و سنگ قرار بگیر. خب شروع به تیزکاری میکنیم با همون زاویه‌ای که خدمتتون گفتم. ببینید دوستان، حرکت ها به صورت رفت و برگشتی، به عنوان مثال 5-6 مرتبه به صورت رفت حرکت رو انجام میدید، 5-6 مرتبه به صورت برگشت. زاویه رو رعایت میکنید. زمانی که حالتون خوب هست سراغ تیزکاری میرید. دقیقا مثل خوشنویسی هست، وقتی حس و حال خوبی دارید باید سراغ خوشنویسی برید. تیزکاری هم همین هست. مراقب دستاتون باشید، تمام تمرکز خودتون رو بر تیزکاری معطوف کنید. زمان تیزکاری میتونه به طور تجربی 40 ثانیه باشه، ولی خب بیشتر هم اگر شد اشکالی نداره، فقط حرکت ها رفت و برگشتی باشه. تیزکاریش با تیزکاری چاقو کاملا متفاوت هست. فشاری که به روی قلم تراش میارید و چسبندگی به سنگ ایجاد میکنه باید متناسب باشه. خیلی فشار ندید و خیلی هم تیغه رو رها نکنید. در همین حد کافیه. در نهایت یه حرکت سرتاسری، مجدد یه حرکت برگشت، به همین حالت که تمام سطح تیغه تیز بشه. این نکته رو هم بگم، تمام این آموزش ها و مراحلی رو که خدمتتون عرض کردم از اساتید گذشته من جمله استاد باقر وفا شخصا یاد گرفتم، بنابراین چیزی رو از خودم ارائه نمیدم. یه تست تیزی هم انجام میدیم با قلم بامبو. دوستان میدونن این قلم تراش، این قلم خیلی محکم هست و جزو سخت‌ترین قلم‌های خوشنویسی هست. امیدوارم این کلیپ براتون مفید به فایده باشه. موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.